سه دوتا 600 تا 6 تا 12 تا میشه 820 ساعت. به علاوه ما اگه رادیکال های 7 رو استاد به نظر شما ما اگه 2 تا رادیکال رو کوم به کوم با هم بچسبونیم چه پیوندی در میاد؟ پسرم چه سالیه کردی استاد جونم؟ دیدی؟ صندلی رو هم من گرفت به من گفت بلند شو. برگشتم گفتم که دم صبح ورس میدم توهی پوری، که بعد برگشت و سنتوهی بهم زنگ زد گفت اسم پوری رو بردار. گفتم خب چرا، ناراحت میشه رفیقمه. گفت نه ترک مال من، اسم اون نبود بیاد. بعد خشی برگشت بهم گفتش که این تیکر رو بردار. گفتم چرا؟ گفتش که وقتی من تو ورسم باد پاسکاری نکردم تو با هم پاسکاری نکن. ببین فرق دوتا آرتیست رو نگاه کن. گفتم علتش چیه؟ حالا چیه؟ مگه حالا تو نگفتی من میگم. گفت نه ایرانی جماعت فرق ریسپکت و کار مالی رو نمیفهمه. ایرانی ماها اصلا خودم رو میگم فرق ریسپکت و نه آقا نگو مالی رو نگو، خانواده نگاه میکنه اونجوری رو نمیفهمه. اینجوری نیست که ما آدمای بی‌ادبی باشیم، هر کی میرسه میگه شما بی‌ادبی. قبول کن یکم بیادبی کن. یکم آره ولی نه اونقدر. بسوز از زندان سوخت چقرم، بسوز از زندان سوخت چقرم. دوست دخترم مادر شد و من هنوز پسرم. اگه پسری دست بزن ماشاءالله. نمیذارم این کلیپ رو فراموش کنید. این رپ مپایی که حال میکنن اینا رو میرم توی گوگل متن اینا رو در میارم، اسکرین شات میگیرم، بعد اینا رو میذارم با خواننده میخونم تا ببینم میتونم رپ رو بخونم تون یا نه. بعد بیام توی رپ. پسر قوی رپ فارسی نسل 6 آمد کودتایی. حال کن بزرگ نیومدم وایس. حالا من باید یه رپ بخونم همینجوری. پوسولوفسکی اومد به چولوفسکی، اونا اومدن 2 تا کوسکولسکی، بعد ما رفته بودیم توی فارسکی. هاو سافسکی آیسی 715. یعنی ما اینجا گیر کردیم. خاله جان تو علی دستشویی یه سوال ازت بکنم. جانم خاله جان این شبا میرین حرم چرا خودشو انقدر میزنه که بعد میاد انقدر تلو میخوره؟ اون ارادت خیلی خاصی داره واسه همون خیلی خودشو کتک میزنه. این شب یکم سبزی قرمه سبزی از جیبش پیدا کردم گفت از شما خرید. بله از ما گرفت، همش خوردیم. آره خاله جان کم بود اون شب همش خوردیم با باباش تا صبح میخندیدیم. راستی خودت پیش جعفر صافکار کار میکنه؟ بله پیش جعفر صافکار کار میکنه. خیلی بهش سنگ میزنه، پسرمو کتک میزنه، گلوش همیشه کبوده. مجبور اونجا کار کنه بعد زیاد کتکش میزنه. اینقدر کتکش میزنه خاله جان هوشش کم. هوشش کمه چرا؟ هی خاله جان میره ماست میگیره، ماست 50 تومانی رو باهاش 75 تومن حساب میکنه. احتمالاً لایت چی خاله؟ منظور من ماست گرون میگیره. بله خب خدا رو شکر خاله جان. همه میگن بچه مریم خیلی بچه خوبیه. اسم شما مریمه پس؟ آره خاله جان اسم من خاله مریم حتما سیو میکنم. ممنون خاله جان خدا خیر. داداش بیا بیرون دیگه اینجا ریدیم. اما خدا کیه؟ از زمان صفویه
ساختمان قاجار اینا سند ها